حاجی واجهه میریم بلوچان درهبات رند ای وکی مچ ای ریکانی توکا ای زره که را یک خاصی ندارگید یک باز باش صورتی و خاصی مانای جاگاهی است اش کنگا می لحظی مولا و یک ثوابش برسید بایل کنیم که نوروز یا لحظه جشنان جنین روان بودن و جشن نگرند و وشی و شادی کنند نو آب شک که واجه خدا ثوابش برسید ای بلوچستان زره شر ندارد ای وکی مچ چه دیما چما زود بله منی خیالا اگر واجه خدا ای هر یک جنینی یا مردمی که بودا آمانی خیالا زیمورو یو آکنن این چوک که ثواب ای مولا و برسید ایشه بیشک بزانید این چوک بلوچ یا غیر بلوچ که ای جاگا دیستک و چه ای کاری که آمان کرتک این چوک واجه خدا تر ثواب بدن ایشه مطمئن ببید علم پکا ببید ترا 3 4 بلکه برابر گیشتر عذاب رسید بچه تو این مردمانی دلا درد دارد ما یا من ای که یک گپی خبری بکنین که ترا نوشین گپی حالی برسید ما یک چیز لوٹوت نه بله ما همین گپا جنم که بلوچ مردمی که ای گپا و ای واجکاری کرده و کارا ناراضن شما بیایید هنچوش که این مج این چو 1 ساله زندگی بیتر این یکین بدلا 10 15 20 مج به یک خاصین ردی و مانای شوکین که خاصی مانایی ببید به مچم بکشید شروع ضرور آب لوٹند که مستر که ببند آب دیگه ضرورت نبید ولی بیایید چه این چو گله و گواهی ها یک کاری دیگه بکنید حالا مچ بیت یا دیگه درج کی بیت شر حالا یه جاگه هم مچ و شر بیم بله همین که ای گپا ناراضم وطی ملکا هر یک کی یک درج کی بکشید ایشی ای بڑا اگر شما ای کارو بکنید زانند گندند که می کار نوشین کاری بوده پچی ای درج هنچوش که انسان کوئی درجکا و سبزی ها خاصین جاگاهی هست انسان سلامتی ها روحی روانی ها باید اثری هلید بیایید هر کس اوتی که هنلولمه یک درجکی بکشید و خاص ای جاگاه ها یک مچی بدلا 5 10 20 یک شوری بکنید که شرین شوری ببید دیل دولی ببید که مانایی ببید چه خوشکین گپار ناراضی ها یک کاری بکنید که بگندند که شما شرین جوابی دادن زنده بود